ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 33-юмро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хоҷамқул. қисми 13. نباشد تو به ما دوست نبوده ای، گفت آرزوقل. برای چی؟ برای چی؟ زود پرسید تختچه. چون که تو با عذاب ما شریک نی. به قول خودت. چی به شریک نباشم؟ شریک گفت تختچه. من اگر شریک نمی شدم و غمی نچیلوکم را نمی خوردم، من تختچه نمی شدم. غمی مرا خوردنت کتی چی سود؟ تا نماز شام صبر کردن لازم. تختچه مکارانه خندیده به شریکانش نگاه کرد. میگویند که خود مفتی، عسکر و اعلم و رئیس کلان هم در وقت رمضان روستی ناس می کشیده اند و از خمار می برآمدند. پس برای چی ما؟ ناس گپی دیگر، گفت سنگین. ناس را آهسته به زیر زبان می پرتایی و خلاص. اما چلیمی ما داوود دهنهی بسیار دارد. از قرقری چلیم اسد مخصوم بیدار شده به سر ما آمدنش ممکن. نه، چلیم نه، گفت باز مکارانه تبسم کرده تختچه. پپیراس نه قرقر دارد نه داوود دهنه. خیر، پاپروس را از کجا می یابی؟ گفت با علم آرزوقل. یک گپ ها میزنی که در قطی عطار یافت نمی شود. البته در قطی عطار یافت نمی شود، گفت تختچه. لیکن در کیسه من یافت می شود. آن مرحمت پپیراسی شیک از پتربورگ. در دستی تختچه قطی پپیراس را دیده آرزوقل و سنگین گرنگ شده ماندند. آنها به اختیار به گرد و اطرافشان چشم دوانده بعد از آنی که نبودن کس را دانستند به قطی در افتادند. هر سه یک تایی پپیراس به لب گذاشتند. تختچه گوگرد زد و شعله آتش آن چشمها را برق زناند. پس از 1-2 قلاب کشیدن آرزوقل پرسید: این از کجا یافتی؟ خانه گرگ به استخوان نه، گفته تختچه جواب داد و نگفت که کیها از سلطنت روس انعام گرفته بود. آنها چند دقیقه آرام و خاموشانه پپیراس کشیدند و هر کدام به فکر و خیال خود بند شده ماند. نهایت آرزوقل کنجه پپیراس را به درون خاک با پایش پنهان کرد و گفت: آدم غلطی دیه، اندک چیز کتی سیر، اندک کتی گشنه. این پاپروسی تو جای چلیم را گرفته نتواند، هم به هر حال دفع خمار می شود. رحمت دادرم، لیکن تیزتر کشیده کنچه هایش را دور کنید که اگر مخصوم آمده ماند هر سه امان را می پراند. برای چی می پرانده است؟ پرسید سنگین. ما چی گناه کردیم؟
در ماه رمضان روزه را شکسته پاپوروز کشیدیم. گفت خندیده تختچه. چی؟ مخصوم همون قدر دیندار و تقوادار می؟ باز پرسید سنگین. آخر در دور حکومت شورایی این گپ ها مزه ندارد کو. آرزوقل باز از 4 طرف خبر گرفته بعد با آواز پست گفت مخصوم بیدرک مخصوم نشده است. می نمی خورد، 5 وقت نمازش ترک نی، اعتقادش به خدا کلان. لیکن آرزوقل زبان خایید و گپ نزده ماند. لیکنش هم من میدانم گفت تختچه. لیکن بجای شراب خون میخورد. پس از 5 وقت نماز 5 بار زنا میکند و زنی مردم را کشیده میگیرد. همین طور نی؟ لیکن همین گپهایت اگر به گوش مخصوم رسد، گفت تهدید کرده آرزوقل، از زبانت می آویزد. هوشیار باش که خصوصا امروزها بدجهل تر شدگی. بدجهل شده باشد شدن گیرد گفت تختچه. اگر از من پرسد میگویم که این گپها را من از زبانی 10 بار شیعمان گفتم و سلام. انا همین گفت آرزوقل، با ماهشینی ماه شوی، با دیگشینی سیاه شوی. این کارها از دستی تو لعنتی عجب نی. راست راست گفت سنگین. بیدرک نام این تختچهی بطال نماندند. لیکن اگر همین طور گویی هم بیفایده. من شهادت می دهم که خودت گفتی. باز می گویم که ما را پپیراس کشاندی، روزه امان را شکستی. نباشد گپی حق را که شنیدید گفت تختچه. ها گفته شیشتن گیرید. بیدرک دوغ زده از زبانت می آویزد نگویی. در این دم از درون حولی آوازی پا را شنیده شریک ها خاموش شدند. پس از دقیقه به نزد آنها سید پهلوان آمده برآمد. مانده نشویتان شیر بچه ها گفت وی. چه خبرهای تازه؟ هیچ خبر نیست کو گفت آرزوقل. شما از درون چی نویگری آوردید؟ درون خاطر جمعی گفت سید پهلوان. داماد خواجه در حولی درون عاقلف نیست. اسمت جان در خانه خودش. داماد خواجه گفتید می؟ پرسید سنگین. آن زنک شوهر دارد میگویند کو؟ آتکیم نیکی مینگن نیکی گفت ضرب المثل ازبکی را مثال آورده سید پهلوان. اسب از آنی کی از آنی آن کی سوار است. شوهرش بود نبود اهمیت ندارد. در زمان حکومت شورایی زوراوری نمی شود گفته بودند کو گفت تختچه. سید پهلوان به درون حولی نگاه کرد و نبودن آدم را دانسته گفت نغز نه بچه، کاش که تنها به خودت ضرر رسانی. در اینجا دیگرها هستند. نغز نه، اندک هوشیار شدن لازم. این گپ ها مزه ندارد. این گپ ها به من و تو دخل ندارد. راست راست گفت آرزوقل هم. زبانش بسیار بد این بچه. همین قدر میگویم بیفایده. خیر توبه کردم گفت تختچه با تبسم. بعد از این چیزی نمی پرسم. اگر گویند که چرا نمی پرسی میگویم که از سرم می ترسم. همینش نست گفت سید پهلوان. هر گپ جا دارد. از باسمچی های ما هیچ کس نآمد می؟ آرزوقل سؤالی سید پهلوان را فهمید و تبسم کرد. نه گفت وی، هیچ کس نآمده است. آمده هم چی می کند؟ گفت باز تختچه به گپ همراه شده. آش مفت نانی مفت را خورده کیف کرده خواب کردن می گیرد دیه. براستی گفت سنگین هم
این باسمچی های تسلیم شدگی را چیکار می کنند؟ از روی قاعده باید جواب دهند که هر کس به کاری بیچارگی خودش رود، گفت سید پهلوان. لیکن خوجین ما آنها را نگاه داشته ایستاده است. شاید یگان مقصدی دارد. با ما همراه کرده باز به دستشان میلتیق می دهند، گفت تختچه بطال. همه به سوی وی برگشته نگاه کردند و سید پهلوان سر جنبانید. زبانت را چرخ زنانده نیستی نمی شدگی بری نه؟ پرسید وی از تختچه، گویا که با مخصوم مشورت کرده برآمده باشی. یا توبه، آدم و عقل، گفته تبسم کرد تختچه. گپش بی چیز نه، گفت آرزوقل. کی می داند؟ شاید همین طور کنند. خیر به ما چی؟ ها بله، گفت سید پهلوان. بسیار نلق، لیکن به کارت هوشیار باش. خیر، یگان کس از آن باسمچی ها آمده ماند به پیش من بری. خوب، گفت آرزوقل. لیکن سید پهلوان هنوز به درون برنگشته در کوچه آوازی سومی از پا شنیده شد و یک فیتان آمده به پیش دروازه ایستاد. پاسبانها سنگین و تختچه از دو بری دروازه ملتق در دست ایستادند. آرزوقل برای خبر گرفتن بیرون برآمد. در این دم از فیتان نظام الدین می فرامد. آرزوقل چندین بار او را دیده شناخته مانده بود. بنابراین سلام داد و اشاره کرد که بچه ها دروازه را کلان گشادند. سلام پهلوان، گفت نظام الدین در دم دروازه سید پهلوان را دیده. مخصوم هستند؟ هستند، گفت سید. مرحمت. نظام الدین با مشایعت سید پهلوان به مهمانخانه کلان که قبولگاه اسد مخصوم بود رفته درآمد. در دم در اسمت جان او را پیشواز گرفت. بیایند. مرحمت، گفت وی. بتون پزمان شده ماندیم. از کی باز درکشان نیست؟ ها، کار بسیار، گفت نظام الدین و به مهمانخانه با شکوه که با قارینها، دیوانها، ستولهای بخملین و ستالهای چینارین تجهیزانیده و آرا یافته بود داخل گردید. کنی مخصوم نیستند کو؟ پرسید وی از اسمت جان که از پس او به خانه در آمده بود. اسمت جان او را به دیوان به نشستن مرعد کرده گفت حاضر، یک دقیقه. بعد به سید پهلوان که در دم در می ایستاد مراجعت کرد. جیغ زنید، مهمان آمد گویید. سید پهلوان غایب شده رفت. اسمت جان از روبروی مهمان نشسته حال و احوال پرسی کرد و به وی پاپیراس پیشنهاد کرد. نظام الدین بی اختیار پاپیراس را گرفته به دهان گذاشت و آتش زد و پرسید ها، شما چرا نمی کشید؟ پرتافتید مگر؟ نه، روزه، گفت اسمت جان. در واقع روزه، گفت نظام الدین پاپیراس را به جایش مانده. نه، مخصوم آدمی تقوا دار. هیچ گپ نه، شما مهمان، گفت اسمت جان. خوش، کارها چطور؟ پرسید نظام الدین. بد نیکو، گفته اسمت جان میخواست چیزی علاوه کند. یک باره دری مدان کشاده شد و اسد مخصوم خندان و شکوفان آمده در آمد. در تنی وی کلوچه شالواری گلیف از ماخوتی خاکستر رنگ، به سرش تیلپکی برگی کبکزی دوخت، به پایش موزه و به کتفش جامه علاچه قرشیگی سبوک پرتافته شده بود.
با نظام الدین گرم و جوشان باخوردی کرد و او را به سر استال دعوت نمود و فرمود که دسترخوان کشند، چای دهند. اما نظام الدین عذر خواسته گفت که هنوز وقت افطار نشده است. نباشد، گفت اسد به عصمت جان رو آورده، نعیم تلخ را جیغ زنید. در همین جا در دهلیز خبردار استد، هیچ جانزادی را در این دور و پیش نگذارد. نعیم با عاقل رفته بود. گفت عصمت جان، سید پهلوان هست. میلش، به سید پهلوان تعیین کنید که خبردار استد در بیرونی در، بعد خودتان بیایید. خوش چطور شد و بنده نوازی کرده آمدید؟ دیگر علاجم نبود، گفت نظام الدین و پنسنه خود را پاک کرده باز به چشم گذاشت و علاوه نمود. چون که اگر خودم نبیایم امروز یا پگاه آدمهای شما رفتم مرا حبس کرده گرفته می آوردند. کنایه می کنی؟ میلش، کنایه کردن گیرید. شما کلان، شما سردار، حق دارید. کلانی ما و خاک پای شما. من نمی فهمم، گفت دلتنگانه مخصوم. مقصدتان چیست؟ به من ساده تر کرده فهمانده تیت؟ عصمت جان از بیرون آمد. خانگی ها یک درجه خاموش ماندند. با من گفتند که شما آدمی چیکه عصا خیرالدین زاده را حبس کردید. برای چی؟ پرسید نظام الدین. من ندانستم که این پایلوچ به همه شما اینقدر عزیز بوده است. برعکس، گفت نظام الدین، به من شما عزیز، شما، برای سلامتی شما، برای آبروی و اعتباری شما من جان می کاهانم. لیکن شما نمی دانم چی کارها کرده گشته اید. عصا هم کسی که برای وی در نزد این و آن بدنام شوی؟ عصا به من ضرور بود گرفتم، لیکن الحال لازم نی. مسئله بی وی هم حل شدگی برین. چی مسئله؟ به شما دخل ندارد. نظام الدین بی اختیار قطی پاپیراس را کشاد و به دهان پاپیراس گذاشته آتش داد و بعد از یک قلاب کشیدن تغییری حالت مخصوم را دید و به خاطر آورد که روزه است. می بخشید، گفت وی پاپیراس را به خاکستردان گذاشته. باز فراموشی، چطوری که می گویند خدا مرا ضیافت کرد. خوش، می گویید که مسئله عصا به ما دخل ندارد؟ این مسئله شخصی شماست؟ بله، فقط به من دخل دارد. آن ولوله‌ای که در نتیجه حبس کرده شدن عصا به میدان آمد به همه ما دخل دارد. می فهمید؟ کاش که مرده کرایه گرفتن کند. چطوری که در ما می گویند یک پول فایده نی و 100 پول غجاره. اسد مخصوم یک باره در گرفته رفت. وی تلپکش را از سر گرفته پرتافت و راست به چشم نظام الدین نگاه کرده ایستاده گفت: من کی؟ دهباشی عسکرهای شما یا که به خودم مناسب یک وزنی دارد. کی بودنی شما معلوم، حاجت به توصیف نی. این طور که باشد دانسته مانید که عصا را برای کریم گرفتم. کریم به من و به کارهای من خلل میداد. میفهمید؟ هم به کاری شخصی من هم به کاری عمومی ما. اکنون که کریم تقریبا از میان برداشته شد و مسئله عائلوی من هم حل شد، عصا دیگر به من لازم نی. این گپی دیگر، گفت نظام الدین. عصا را آزاد کنید و چنان وانمود کنید که سهوی شما نی و سهوی یگان کسی دیگر. این یک. بعد من به شما گویم
بعضی از دوستان ما به کارهای شما قناعتمندانه نظر نمی کنند. به کدام کارهای من؟ مثلا ما به شما سپاریده بودیم که با بهانه از پیش راه ما بعضی ناخلفان قتال را بردارید و به کارهای کلان تیاری بینید، اما شما درباره کارهای خودتان بیشتر فکر می کنید. چطوری که در ما می گویند آچه در غم بچه، بچه در غم کوچه. معلوم، گفت مخصوم و زبان خایید و به سید پهلوان که دسترخوان برداشته آورد نگاه کرده گفت حاجت نه، به افطار نقص تیاری بینید، در آن مهمانخانه جای تیار کنید. سید پهلوان به خانه ندر آمده از دهلیز برگشت. مخصوم به گپش دوام داد. معلوم، من از این ضرب المثل های شما نمی رنجم. من به شما می گویم. نه، گپی من هنوز تمام نشده است، گفت نظام الدین. کرای آمدن من باید همه گپم را گفته گیرم. شما مخصوم بی شبهه قابلیتی بزرگ دارید. شما سرداری یک لشکری عظیم شده می توانید. شما آتشی سوزانید، ناترس و دلیر هستید. اما سیاستمدار نیستید یا که با سیاست کاردار شدن نمی خواهید. اسد مخصوم دندان به دندان مانده خاموش می نشست و می خواست که امکان دهد تا که این محمدانای بادی همه گپش را گفته گیرد و انا بعد یک تا با گپهای خودش برویش زده سرخم کند. این مردک هنوز با صابون اسد مخصوم جامشویی نکرده است. اسمت جان باشد لرزیده می نشست و هر دقیقه منتظر بود که اسد مخصوم می کفد و نظام الدین به زیر بارانی کفر و حقارت مانده سخت می رنجد. اما به نظام الدین حیفش می آمد و به او اعتقاد کلان داشت و گمان می کرد که سیاست همین نظام الدین ماشینه دولت جمهوریت بخارا را گردانیده ایستاده است. تشکیل کننده و رونق دهنده کارهای اسد مخصوم هم همین نظام الدین است. جنگ و جداری لب حوزی دیوان بیگیگی های و ریگستانی های بخارا هم از دست وی است. لب حوزی دیوان بیگیگی ها و ریگستانی ها کنایه از شورای ناظران فیض الله خواجه‌اف و کمیته انقلابی بخارا عبدالقادر محی الدین است. پس برای چی فعلی اسد را نمی داند؟ برای چی به وی اینقدر طعنه و سرزنش می کند؟ کاش که فعلی این بطال این خیل سرزنش ها را بردارد. بله، وقتهای می شود که گفت به گپش دوام داده نظام الدین شما سیاست را فراموش می کنید که این نقص نه. سیاست مدار شدن، هوشیار بودن و دانسته کار کردن لازم. چطوری که در ما می گویند هرچند که پیش از اجل کس نمی میرد، لیکن بهتر که به دهان اژدها سر نزن. اسد مخصوم خواست که چیزی گفته اعتراض کند ولی باز خاموش ماند. وی خود به خود به دلش می گفت که نظام الدین افندی شما خودتان تشبیره را خام شمردید. سیاست مدار شدن را از من آموزید.
شما گمان می کنید که این سر و کار و این کمیسیه فوق‌العاده مبارزه با باسمچیان را به من سپاریده مانده مرا خوب کار می فرمایید؟ خر بر این سوار می شوید، سگی تازی بر این به هر طرف می دوانید و با دستی من به تختی مراد می شینید. نه، سهو می کنید. درست است که امروز من فقط رئیس کمیسیه مبارزه با باسمچیان، امروز من اجرا کننده فرمان دیگران و کم و بیش مطیع شما، اما فردا باید من فرمانده کل، بله فرمانده کل شوم. به جای این سخنها اسدمقسوم تبسمی کرد و گفت: خیر، من چی کار کردم؟ چی گناه دارم؟ با خود غرق شدن خوب نه، گفت نظام الدین با همان آهنگ اوله. چطوری که در ما میگویند اوزیندنی بیلسنگ باشقنی شیر بیل، یعنی که از دسیسه دشمن آسوده شدن خوب نه. در اینجا اسدمقسوم طاقت کردن نتوانست، شرطی از جا برخاست و در رو بروی نظام الدین راست استاده گفت: شما سهو می کنید افندی، شما مرا نمی دانید و از مرام و مقصد من تماما بیخبر هستید. بنابراین این خیل سفسطه ها را گفته ایستادید. می دانید که کمینه شما که حالا گویا فرمان بردارتان شده گشته است، فردا کی بودنش ممکن؟ فرمانده کل به هیچ مبارزه. در دوره حاکمیت شورایی فرمانده کل نمی شود، می شود چنان فرمانده کل می شود که همه در پیش پای وی سجده نمی کنند و بس. البته من نمی گویم که امیر می شوم، حاکم می شوم، نه، این گپ ها حالا کهنه شدند. من رئیس شورای ناظران هم شدن نمی خواهم، اما چنان کردن ممکن که امیران حیران ماند. فقط برای این فرصت، امکانیت و شرایط لازم. پیش از همه مردم را ترسانده گرفتن، واهمه انداختن، لرزاندن لازم. کسی که ترسانده می تواند حاکمیت از آن اوست. قابلیتی ترساندن خدا را شکر که در من هست. نظام الدین از راستی منتظر این خیل گفتگو نبود. وی دهانش را گشاده حیران بروی اسد نگاه کرده ایستاد و بعد گفت: بله، من میدانم شما آدم ها را ترسانده می توانید. در این معنی حق به شماست، لیکن به شما امکان نمی دهم. شما زمینه ندارید. اسد همانا در قیام بود و در کجا بودن و باکی ها نشستنی خود را حتی فراموش کرده بود. رویش تفسیده رفته، دلش جوش میزد. بنابراین با همان آهنگ اوله گفت: шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори 33 ро аз рӯи рамани 12 дарвозаи бухорои нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хуҷампул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.